الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیزی گرامی، قبل از همه در این اومد که عرفه مبارک رمضان هر یکی شما رو با دعا از پروردگار عزت و برکت و سعادتی ابدی تمنا دارم و پروردگار این ماه مبارک رمضان رو با تمامی فضیلت‌هایش، برکت‌هایش، فیض و خیر و آسودگی‌هایش و تمامی برکاتش نصیب روزی همه ما و شما و امت اسلامی بگرداند. خب، از بس که ما قبل از ماه مبارک رمضان قرار داریم و انشاءالله این بیگاه و برنامه هم مستقیم هست، این بیگاه در تمام مساجد نماز تراویح خوانده می شود و فردا و پنجشنبه روزی اولی روزی یکم ماه مبارک رمضان است. ولی خداوند عزوجل می فرماید: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق الله العظیم. پروردگار در این آیه مبارکه می فرماید که ای اون کسانی که ایمان آورده اید، ما بر شما روزه رو فرض گردانیدیم همچنانی که بر امتون گذشته قبل از شما هم روزه رو فرض گردانیده بودیم. چرا پروردگار در اینجا امتون گذشته رو هم به یاد میارد؟ به خاطری که پروردگار میگوید که همچنانی که امتون گذشته این روزه رو گرفته بودند، سبب عزت و برکت و سعادتشان شده بود و این ماه مبارک رمضان سبب عزت و برکت و سعادت شما هم می شود. یعنی همچنانی که اونها توانی گرفتنش رو داشتند، شما هم توانی گرفتن رو دارید. پس این روزه رو بگیرید. نتیجهش چی می شود؟ میگه لعلکم تتقون، شاید که پرهیزگار شوید. یعنی چی؟ میگه شما روزه رو بگیرید به خاطری که قلب‌های شما پاک، نیت‌هایتان نیک و شاید که پرهیزگار شوید، یعنی نکوکار شوید. پرهیزگار کی هست؟ ما پرهیزگار کی رو در نظر داریم؟ ما پرهیزگار شخصی رو در نظر داریم که خیرخواه هست و نکوکار است. خیرخواهی و نکوکاری. پس این ماه مبارک رمضان سببی خیرخواهی و نکوکاری ما می شود. این خیلی مهم است. چرا مهم است؟ به خاطری که هر انسان خیرخواه و نکوکار هیچ ممکن نیست تا آخر عمرش، تا وقتی که هست، اون خار شود یا ذلیل شود یا اینکه چیز زیر پا شود. هیچ ممکن نیست. هر نکوکاری، هر چقدر، خصوصا بسیار جا میبینیم که بعضی انسان ها در پیری بسیار خار و ذلیل و آواره و سرسون و سرگردان میشوند، لیکن نکوکار خیرخواه هیچ وقت نخوار میشد. هر چقدر پیر شد همون قدر عزتش، برکتش، سعادتش زیاده میشد. هر چقدر پیر شد با آبروتر میشد، با عزتتر میشد. بالای چشم دیده میبردارند اطرافیان، اهل و خانواده، فرزندان. این خیلی مهم است. برای همین پروردگار میگه که لعلکم تتقون. حالا شاید شما پرهیزگار شوید. روزه به خاطری است که انسان نیتش رو نیک، قلبش رو صاف و پاک و عملهای صالح نیکی، عملهای نیک انجام بدهد تا اینکه در روی خطی نکوکاران نوشته شود. این خیلی مهم است. وقتی که شما در روی خطی نکوکاران نیکان نوشته می شوید، این سبب نجات شما. حتی بینندگان عزیز گرامی، انسانی نکوکار برایش مرگ آسان می شود. انسان‌هایی که نیتشون نیک است، قلبشون صاف و پاک است، همیشه کوشش میکنن نیکی انجام بدهند، پرهیزگارند،
پیریشون با برکت، حتی مرگشون یک مرگ با برکتی آسانی آسوده سبک می شود. حتی با یک لبخند زدن جانشون می براید. حالا شاعر میگوید که نشان مرد حق دیگر چی گویم، چو مرگ آمد تبسم در لب اوست. میگوید مرد حقی نیکی نکوکار را چی وصف صفتی زیادی کنم، وقتی که مرگ اومد میبینید که لبخند میزند، تبسم میکند، میرود. چرا تبسم میکند؟ حالا اینکه سکرات موت در روایت اومدگی است که پیامبر علیه السلام میگویند که سکرات جان دادن به مانند چی؟ به مانند گوسفند زنده ای که پوست کندش میکنند، چنین دشوار و سخت است، لیکن پروردگار برای اون آسان میکند. حالا نفری رو پایش رو میبرند، اگر سوزندوری که کرخت نکند، اگر اون رو در همون چیز به کرختی ببرن، اگر داد فیغان جانش میبراید. لیکن میبینید که چلیکش میبینید سوزندورو میزنن، کرخت میکنن، حس نمیکند، بریده شدن شلفه آواز میشنود، لیکن حسی درد نمیکند. نکوکار چرا لبخند میزند؟ و خاطری که تمام عملهای انجام دادهش از پیش چشمش میگذرد. حالا پیامبر علیه السلام طب اثبات کرده است که هنگام سکرات موت دیدن چشم چند صد برابر زیاد می شود. چشم بین یا تیز می شود، می بیند، لیکن تا حال اثبات کرده نتوانسته ایستادن که چی می بیند. لیکن اثبات کردن با گذاشتن اسباب‌های کامپیوتری و دیگر سنجشی در رگ‌های وابسته از چشم با تا مغز، وقتی که این اسباب‌ها میگذارن میبینن که دید فعالیت چشم چند صد برابر در همین هنگام سکرات موت زیاد میشود. گاه بعضیا به تهلکه، پریشان، تشویش، بعضیا بسیار به یک آرامی و با تبسم و لبخند جان رو به حق تسلیم میکنن. پیامبر علیه السلام 1400 چند سال پیش گفته بودن که هنگام سکرات موت همه عمل انسان از پیش چشمش گذرانیده میشد. چی عملی که انجام داده است از پیش چشمش میگذرد. وقتی عملهایش رو میبینند، خلاصه عملهایش رو بعد نشان میدهند که قصرهای در جنت. وقتی که اون مقامش رو در جنت میبیند لبخند میزند، درد حس نمیکند، درد رو حس نمیکند. مهم اساس حالا رمضان یکی از مقصدهای اساسیش نیکی و نکوکاری. برای این پیامبر علیه السلام پیامبر علیه السلام از پروردگار میگوید که، یعنی حدیث قدسی، پیامبر از پروردگار میگوید که کل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لی و انا اجزی به. هر عمل انسانی مسلمانی از او است. از او است یعنی چی؟ تمام عبادت‌های انجام نیکی‌های انجام میداده بنده مؤمن مسلمان رو ملائکه مینویسند. یعنی چی میدهند؟ اجر و پاداش، مگر رمضان رو میگوید حسابش رو من میدهم. این روزه برای من است و اجرش رو من میدهم. این معنی رو دارد که اجری ماه مبارک رمضان اندک نیست، خیلی بزرگ است. و میگوید که والصیام جنه، این روزه برای شما چی هست؟ میگوید سپر است. این روزه سپر است، شما رو حمایه میکند. حمایه از چی؟ از آفت، از ضرر، از خطر، از وسوسه شیطان، از حرام، از حرج، مادامی که خالصا لله اگر این روزه رو بدارید، و از بسیاری آفت ها. این رو چکار میکند؟ رمضان صاحبش رو حمایه میکند از آتش جهنم، از عذاب قبر. سپر یعنی همین است، یعنی صاحبش رو حمایه میکند. فاذا كان یوم صوم احدکم فلا يرفث.
یعنی وقتی که شما روزدار هستید هیچ بیهوده نگویید، دشنام نگویید، قبیح نگویید. فإن سبه احد او قاتله فلیقل انی صائم. مبادا اگر کسی دشنامش داد، بدش گفت، سختش گفت، حقارتش کرد، تحقیرش کرد، پس چیز بگه که من روزدار هستم، من روزدار هستم. یعنی من در عبادت هستم و بدگویی و سختگویی و دشنام و تهمت و بهتان و دروغ و حیله و نیرنگ و غیبت و سخنچینی و این همه من نمیخواهم که روزم رو باطل کنم با این عملهای چیز، با این عملهای ناسزا، ناجا. باید مسلمان باید روزدار روزهش رو احتیاط کند. حالا غیبت کرد، دروغی گفت، تهمت کرد، بهتانی کرد، کسی را آزار داد، این همه یک تیرهایی که اون سپر رو سوراخ میکنند است. یعنی روزهشون رو چی میکنند؟ روزهش رو باطل، یعنی ثواب روزه رو اون سپر رو سوراخ میکند، آسیب پذیر میکند. در کدام حالت آسیب پذیر میشود این مؤمنی مسلمانی روزدار؟ در حالتی که دروغ بگوید، غیبت کند. باید که انسان مسلمان باید که یعنی همه این از بدی ها دور باشد. حالا در حدیث دیگر میگوید که پیامبر علیه السلام میفرمایند که من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. من قبلا عذر میخوام که شمال خوردگی دارم، یک نفس کمی است زکام، عذر میخواهم. به هر حال حالا پیامبر علیه السلام میگوین که چیز؟ من لم یدع قول الزور، کسی اگر روزدار است، روزه گرفته است، عیب سری خیسته است، بسم الله گفته است، نیت کرده است، روزدار است، حالا تهمت، بهتان، دروغ، غیبت اگر اینا را ترک نکند، با وجودی روزداریش این همه کارها را انجام بدهد، دیگه پروردگار هیچ نیازی به این روزهش ندارد. فلیس لله حاجه. خب برای این گونه روزدار غیر از خستگی و تشنگی و گرسنگی دیگر چیز، هیچ چیزی دیگری نیست، فقط گرسنگی و تشنگی است. یعنی هیچ اجر ندارد، هیچ ثواب ندارد این روزه داشتهش. برای همین مسلمان باید که در حالا ببینید، حالا نماز نیت کردید، باید کشونی و کتف‌ها که قفس سینه باید که طرف قبله باشد. داره که قفس سینه یا که پیشانی رو از قبله و طرف کردید، نمازتون باطل. باید از سر نو نیت کنید، تمام، نماز فاسد شد، باطل شد، تمام، از بیخ رفت. باید حتما نیتی نو کنید، از نو نیت کنید نماز رو. اگر که نمازی 4 رکعت در رکعتی اخیرم یا که در قعده اخیرم که بدید پیشانی از قبله یک طرف کردید، یگون چیزی شد یا کسی در اومد گشتید نگاه کردید، تمام نماز فاسد شد. باز از سر نو بخونید. باید رمضان هم شرط ها دارد، رمضان شرط ها دارد. برای همین باید که احتیاط باشد انسان. برای همین پیامبر علیه السلام میگه که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که ماه مبارک رمضان را از روی ایمانداریش با اخلاص تام، با کمال ادب روزه‌اش رو بگیرد، یعنی غیبت، دروغ، بهتان دیگر این همه نکند، با کمال آداب این روزه رو اگر که ادا کند، پروردگار تمام گناهانش رو میامرزد، تمام گناهانش بخشیده میشد. مثل این که نو از مادر زاده شده است، مگر حقی کسی باشد، قرضی باشد، ظلمی باشد، باید که صاحب حق
یا که اون مظلوم باید حتمی روزگی بدهد. دیگر گناه همه‌اش رو پروردگار می‌آمرزد. غفر له ما تقدم من ذنبه. و یکی از خصوصیت‌های رمضانی روزه مسلمان این عیسری خوردن است. پیامبر علیه السلام میگه که روزه ما با روزه امت‌های پیشینه، یعنی امت اسلامی با امت‌های قبلی، روزه‌شون در عیسری خوری، سحری خوری فرق میکند. میگه شما سحری رو بخورید. تسحروا فإن في السحور برکة. شما عیسری بخورید، حتی اگر اشتیای تمام نداشته باشید، نیم پیاله آب یا هر چیزی که باشد، یک چیزی عادی ساده سبک تناول میکنید، از همین برکت، از همین اجر و پاداش و از همین چیز، از این خیر برکت الهی. حالا اینکه صبح صادق، قبل از صبح صادق، این وقت اجابت دعا هم هست در رمضان. حالا همه وقت اجابت دعا هست، خصوصا وقتی افطارش و وقتی عیسری خورک، وقتی سحر خوردن، وقتی اجابت دعا است. هر دعایی که کند پروردگار قبول میکنه، دعایش مستجاب است. حتی میگوید که اگر روزداری رو نزد خانواده‌اش، کودکایش خوراک میخورن، اولو در حضور کودکا هست که خورده ایستادن، این روزدار صبر میکنن. یا مهمانی مسافر دارد، 120 کیلومتر زیاد، 150-200 کیلومتر دور مهمان آمدگی از خونه‌اش، از واجبات دینیش است که اون مسافر هست. مسافر از روزه‌اش رو خوردگی است، و اون در رمضان باید که خوراک تقدیم کنی. باید که به مهمانی مسافر باید به مسافری که مهمان هست از روی دور آمدگی است باید خوراک تقدیم کنی. حالا این خوراک تقدیم میکنی، حالا با مهمان می‌نشینی، صحبت میکنی، چند ملائکه در اطرافت می‌ایستند تا خوردن بود کردن این اهل خانواده، کودکو باشد یا اینکه مهمان باشد. ملائکه ها برای روزدار دعا میکنن، پروردگار خیر برکتش بده، پروردگار رحمت مغفرتش کن، پروردگار عزتش بده، پروردگار از آفت و حفظش کن، پروردگار سعادت و برکت ابدیش بده، پروردگار. ملائکه ها برای روزدار دعا میکنن. چرا؟ به خاطری که حالا اون مهمان مسافر یا کودکای اهل خانواده، کودکای خردسال خوراک خورده ایستادن، این نگه دارد نمیخورد به خاطر خدا. ملائکه مخصوص تا وقتی که این خوراک خوری پایان می‌یابد، تا انجام خوردن خوراک کودک اهل خانواده باشد یا که یا مهمانی مسافر باشد، ملائکه تا تمام کردن اونا را در حق این روزدار دعای خیر برکت میگوید. و پیامبر علیه السلام میگه که بر شما روزه فرض است، فانه لا مثل له. مثل روزه یگون عبادت بزرگی که اجر و پاداش عظیم داشته باشد دیگر نیست. پس این رو غنیمت بدونید دیگه. برای که رمضان رو غنیمت بدونید. واقعا هم حالا ببینیم چقدر از پیماندا و نزدیکا و همنشینا و دوستا و رفیقا و پیوندا رمضان گذشته بودن، فعلا نیستن، زیر خاک هستن. حالا اونا آرزوی این ما رو دارن که عبادت، نیکی، احسان، خیر انجام بدهن که این فرصت از دستشون رفتگی است. و پروردگار رو ما باید شکر بگوییم که شکرانه پروردگار که برای ما مهلت دادگی هستی. پروردگار این بر رمضان برسون و رمضان رو با تمام خیر برکاتش برای ما نصیب روزی بگردان. این برای مؤمن خیلی مهم است، واجب است. حالا گفتم که و از امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه رحمت الله علیه اثری هست که میگوید ان صمت فلیصم سمعک و بصرک و لسانک. اگر روزه داشتی با گوشایت هم روزه بگیر، با دهانت هم روزه بگیر، با چشمانت روزه بگیر، با زبانت روزه بگیر، یعنی با تمام عضوت روزه بگیر. یعنی
روزه رو با کمالی ادب و با کمالی تواضع روزه داشته باش. علیکم السلام و رحمت الله. گوش میکنم لبی. رمضان مبارک باشد دوستای محترم. شما هم با برکت مبارک باشد. خدا خیر پاداش دهد. دوستان یک سوال داشتیم. خوب. این ماه شریف رمضان چه فضیلت داره که مردم یکدیگرش را تبریک میکنن، تبریکات میکنن، یکدیگرش را چی میگن خوشخندی میکنن، فضیلتش را میخواستیم بفهمیم حضرت. خدا خیر برکت زیاد سلامت باشه. یک سوال دیگه داشتیم حضرت جان. خوب. اینجا چه برادرها پرسیده ساکید. آیا همین روزا گیریم یا نگیریم فردا گیریم؟ همین چی میشه حضرت جان؟ اگر باز معلوم بدید بهتر میشه. سلامت باشید. تشکر. تشکر دوستان جان. موفق باشید. موفق باشید. خب در فضیلت ما این باره که رمضان ما از اول قریب نیم ساعت ما در فضیلت سخن گفتیم که یعنی رمضان چی است. حالا یکی از فضیلت‌های ما این باره که رمضان ببینید که این یک درس از سبق از مدرسه است، تعلیم است، تعلیم میدهد، درس میدهد. پیامبر اساسا میگه که الصبر نصف الایمان و الصوم نصف الصبر. میگه صبر نصف ایمان است و ما این باره که رمضان نصفی صبر است. یعنی ما این باره که رمضان به شما تعلیم صبر میدهد. حالا 12 ساعت 14 ساعت روزهای دراز یعنی 17 ساعت 18 ساعت روزه میگیرن مسلمان ها. از نوشیدنی، از خوردنی، از دیگر کارهایی که هست ممنوع است، خودداری می نمایند. پس این صبر است، صبر میکنند. یا در خانه گرمیایی که در تابستون چیره تابستون روزه میگرفتن. پس یعنی چیز این روزه هایشون روزی دراز تشنه و گرسنه هستن و در اونجا صبر میکنن. حالا خانه تنها هستن و همه خوراک در خانه آماده است، هیچ کس هم نیست، یکی نمیخورد نمینوشد، صبر میکنه. تمام. یعنی این درسی صبر است. من یک چند پیش یک مطالعه میکردم، جایی میخوندم، میگفتن که از روی تجربه و حیات زندگی یعنی اثبات شدگی هست که هر مسلمانی که روزه رو با کمالی تواضع و آداب و اخلاق اسلامی و انسانی و مسلمانیش روزه رو میگیرد، هیچ ممکن نیست به خودکشی دست بزند. همونایی که حتی مسلمان هم اصلا خودکشی میکنن میگن روزه های یعنی فاسدی باطلی، روزه های به چیز داشتن، به جا ناجا. وقتی که انسان روزه رو با کمالی آداب روزه میدارد، در نتیجه پروردگار برایش عزم و اراده میدهد، اراده قوی. تمام میوزنینی صبر میکند و با صبر همه چیز رو میگذراند به خوبی. ببینید بعضی وقتی که یک نعمتش میاد، ولی اینجا هم صبر لازم است. نعمت است ولی مغرور میشود. چرا مغرور میشود؟ برای صبر ندارد. ولی مصیبت میاد بی طاقت میشود، دیگر چیزایی نمیگوید. حتی همون گپای گفتگیش رو بعدی به خود آمدنش اگر بگوید شرم میکند، لیکن میگوید. چرا؟ به خاطر اینکه صبر ندارد. رمضان درسی صبر است. و پیامبر علیه در جای دیگر میگوید که ان للصائم عند فطره دعوت ما ترد. برای روزه‌دار دعای اجابت شونده ای هست که پروردگار هرگز چی نمیکند، رد نمیکند. روزه‌اش رو حتمی، یعنی دعایش رو در این ماه مبارک رمضان حتما چی میکند؟ قبول میکند. برای همین باید که مسلمان یعنی روزه رو با کمالی آداب یعنی روزه بدارد. سوال دیمی برادری که سوال کرده بود لبای. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نظرم مفتی‌عدد یک سوال داشته. مرحبا.
بچه رمضان مبارک باشد برای شما. سلام چشم مبارک و چگونه همه بگه های افتاد هم یک دستبخانی عادی معنوی آماده کنیم و خوراک های مخصوص بپرسیم خورما بذاریم و همین عادی هم میشود. سلامت باشید من خیر برکت کرد. حالا سوالی برادر پیشینه که امروز بعضی جا روزه گرفتن و ما روزه نداریم. برادر عزیز، یعنی این مهتاب در اختیار هیچ کس نیست که کی نمایان شود کی نمایان نشود. مهتاب افتاب خط خود رو دارد، راه خود رو دارد، با راه خود می رود. در کدام کشوری که دیده شد روزه می دارند، کدام کشوری که ندید روزه نمی دارند. ولی این نگاه کردن اهمیت دادن به ماه، یعنی فقط تنها به مهتاب ماه مبارک رمضان نیست. الحمدلله حالا شورای علما و اعضا کارشناسایی هستند که تمام ماه ها رو پیگیری میکنند. تمام ماه ها سنجش و تحلیل و تشخیص و بررسی دارند. همه ماه رو کارشناس هستند. مادامی که در تاجیکستان حالا که ندیدن، نه اینکه در تاجیکستان، اکثریت کلی عالم، حتی شرق میانه، دولت‌های عربی، همگی 4 دولت یا خطا نکنم 4 دولت یا که 3 دولت یا 5 دولت، خب دیگه از این زیاد نیست، انگشت شمار امروز رو روزه گرفتن. خب شاید دیدن. و حالا اینکه کارشناسای همون کشورها معلومات پیشکی تقدیم کرده بودن که موافق حساب فلکی مهتاب یعنی در اینجا در اونجا 3 دقیقه 4 دقیقه بعد آفتاب غروب میکند. اما از طرف فیزیکای ما معلومات پیشنهاد کردن که سربنوک یعنی مهتاب و آفتاب یعنی در 1 ثانیه هر دو در 1 ثانیه غروب میکند. هیچ ممکن نیست که چی رو ببینی مهتاب رو دیده شود. کی؟ دینه بگو. ولی این بگو احتمال دیدنش هست. حتی اگر در صورتی که روزه دیده نشد، چی ماهی رمضان دیده نشد، حالا شعبان رو 30 میکنیم. حالا اینکه رجب 30 اومد و شعبان 30 اومد، حالا احتمال زیاد است که رمضان 29 شود. چرا که 2 ماه پی در پی 30 اومدن. احتمال زیاد که حالا چیز رمضان ماه مبارک رمضان 29 شود. اینو کارشناسا میدونن. نمیدونن برای چی بعضی انسانایی که بیهوده به یگون اساس دخالت میکنن به یک چیزی که کارشون نیست. قصه ای که خنده‌آور هم هست، بگذار رمزی است بگویم. اومده است در این موضوع قصه اومده است، میگوید که نیمه شب بیمار انسان بیمار میشود. بعد میروند همسایه‌شون دکتری حیوانات بوده است، مجبورش میکنن که میگه من خوبولو، میگه من آخر یعنی طبیبی یا که دکتری چی هستم، حیوانات هستم، از انسان نیستم. لبای سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. رمضان مبارک شد. شما هم مبارک باشه. در رمضان عاقبت اسرافگویی چیست؟ سلامت باشید. خیر برکت. یا سوال نیست؟ سلامت باشید. هرچند میکنید که من دکتری حیوان هستم، دکتری انسان نیستم، خب بولود خب دیگه میرن. ولی دیگه کلایده میبرندش. بالای بیمار طرف میبینند، میگه خب دیگه یه دوباری طرف بگردونینش، اگر که دیگر سوز نشد سرش ببرین. خیلی حیوان میکنند. یعنی وقتی که تخصص یک انسان نیست چرا دخالت میکنند در این کار؟ یعنی یک مسئولیت وزنینی که در دوش نیست، در دوشت نیست، چرا این مسئولیت رو به دوش میگیری؟ نه از طرفی یعنی چیز حکومت، نه از طرفی یعنی مردم، نه از طرفی خادمای دین مسئولیت نگذاشتگی هستن. حالا خود یعنی از دینم بوی نمیبری یا که از معلوماتم نداری، چرا دخالت میکنی؟ باید انسان در حذر باشه. میدونید خدا ترسی چی هست؟ خدا ترسی رو
شاگردای پیامبر، یاران پیامبر، صحابای پیامبر داشتن. سوال میشد، می اومدن یک صحابی رو میپرسیدن، میگفت فلانی رو بگید، فلانی رو، فلانی رو، فلان. باز می اومدن همین 10 نفر 50 نفر دور میخورد یک سوال، اصلا میترسیدن، مسئولیت حس میکردن، بیهوده نمیگفتن، از پیش خود هر چیز نمیگفتن. ولی میبینید اکثریت هم خود یعنی چی هست، فتوا میدیاده، نمیدونم چی کارایی نمیکنن. هیچ چیزی، هیچ سخنی، هیچ قدمی بی تأثیر نیست برادرای اهل اسلام. بینندگان عزیز گرامی، باید که در مد اول نظر باید که داشته باشید، همیشه در فکر آن باشید که هر سخنی، هر قدمی، هر عملی جوابداری دارد، بخاصیتی دارد، نحسی دارد. یا نیک باشد اجر دارد، پاداش دارد، خوشبختی دارد، سعادت دارد، عزت دارد. همین کاری که کار یک چند سال پیش در رمضان 29 شده بود، با یک برادر در یک جایی با ما بحث کرد. گفت چرا 29؟ گفتم برادر عزیز، ماه رجب چند بود نمیدونم، ماه شعبان چند بود نمیدونم. خب برای چی هر سال رمضان 10 روز پیش میاد؟ نمیدونم. آخه این نمیدونم، اون نمیدونم. نمیدونی چرا دخالت بیهوده دخالت میکنی؟ یعنی وقتی که نمیدونید، متخصص نیستی، او چرا دخالت میکنی؟ چرا باری از این به دوش خود میگیری؟ برای خادمای دین و مفتی و یا که دیگر امام و یا که رئیس شورای علما و همه زیر سوال میبری و بعد غیبت میکنی. و غیبت کردن خون گوشت انسان خوردن است، حذر کنید، حرام است، بیهوده نگویید. همین سخنی که میگویی، میدونید دانشمندان اسلام چی میگویند؟ این رو میگه سخنی که میگویی، این سخنت با تو مثل فرزندانت هست، همیشه با تو هست، همیشه با تو هست. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، شما هم مبارک باشید. مرحمت. همین ما شریف رمضان در زنکی نه فهمیده داشت و وضعیت چون کن در نوتوبای ممکنه روزا گرفتن و یعنی سلامت باشید، خیر برکت. دیگر سوال نیست؟ دیگر سوال نیست؟ نه مثل مسئله سلامتی شما سوال نیست، روزا گرفتن درست؟ من فهمیدم، سوالتون اشکر است، فهمیدم، جواب میگویم. خدا خیر برکت. ولی میگن که همین سخنی که میگویی، نیک باشد نیک، بد باشد بد. اگر نیک باشد همچون فرزندانی نیک، خصوصا در نام پیری بالای چشم دیده هم میبردارندت. اگر بد باشد بالای مزگولیت میگیرند. همین سخنوی گفتگی بمانندی فرزندی لایق و فرزندی ناباب و نالایق. میشه مسئله جدی هست. احتیاط باشید از غیبت، از بهتان، از تهمت، از تحقیر. باید که در حذر باشید. حالا اونجا گفتن که چیکار کنیم که در رمضان اسراف کاری نشود. یعنی در نظر چی هست؟ دسترخوان معنوی در نظر این است که هیچ چیز اسراف نشود، هیچ خوراک اسراف نشود، به قدری ضروری نگذرونید. خالصاً لله باشد. خب دیگر دسترخوان معنوی باز که معنوی دیگر مضمونش، ولی که اومدید یعنی یک 4 جمله از خدا و رسول خدا و از یک فرهنگ و یک شعر و یک فرض کردیم یک از اشعاری نیاگان که همه پند اندر، یک پند اندر دعای خیر برکت گفتن و اسراف نکردن. اسراف نکردن تنها در دسترخوان نیست، اسراف نکردن برق حرام است، اسراف نکردن آب، اسراف کردید حرام است، اسراف نکردن در طعام، اسراف کردن حتی طعام از زیاد خوردید همین اسراف است، شما رو ضرر میکنه. در تمام اشیاء اسراف نکردن.
در تمام امور زندگی با اسراف. زیاد خواب رفتن اسراف است. زیاد گفتن بیهوده گفتن اسراف است که انسان صاحبش رو ناکام میکند. همه این اسراف ها چه برق باشد، چه آب باشد، چه هر چیزی که باشد، وقتی اسراف میکنید، زیاده روی میکنید، یا در دسترخوان باشد، این نشانه ناکام کردن انسان است. صاحبش رو ناکام میکند. ولی اونی که بسیار میخورد، اسراف میکند در خوردن، بیمار میشود. یا اینکه اسراف میکند در برق، زیان خسران میارد به خود و به جمعیت و به جامعه، ضرر میارد. باید که حذر کند. علیکم السلام. مرکز شما؟ بله. اخیر مستقیم؟ بله. همینجا سر و صدا در شبکه‌های اجتماعی که مردم روزشون خوردن، گفتن سوره و لباق خطا کردن، گفتن آخری سر و صدا آخر برکت. جواب میگیم. تمام. با کمال مسئولیت جواب میگیم. سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ نه، سلامت باشید. موفق باشید. برادران الاسلام، حالا روایت آمدگی هست در زمان صحابه ها، وقتی که ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاویه بالشام، یعنی از مدینه می رود شام یعنی سوریه امروزه. در اونجا محتوب را روزی جمعه میبینن، شنبه روزه میگیرن و یک ماه اونجا با کار مشغول میشود. برمیگردد اخیر رمضان میآید که یعنی اونجا 30 روز میشود الکی. مدینه منوره میآید که مردم حالا روزه‌دار هستن که حالا باید که اون روز عید باشد. عبدالله بن عباس مفسر، یعنی شاه مفسرین، یکی از برجسته ترین شاگردایی که پیامبر علیه السلام با او گفتن که ما این روز عید داریم، در اونجا گرفته بودیم ما عید داریم، شما روزه دارید؟ گفت که ما ندیده بودیم. عبدالله بن عباس عمک بچه پیامبر علیه السلام رضی الله عنهما، پسر عباس عبدالله رضی الله عنهما، حالا گفت ما ندیدیم نگرفتیم. بعد یا ما روز شنبه دیدیم گرفتیم. حالا که شما روز جمعه گرفتید شنبه گرفتید، ما روز شنبه دیدیم یک شنبه گرفتیم. امروز عید نداریم، ما فردا عید داریم. امروز روزه ما مکمل می شود. از گفتن که معاویه اینا همه گرفتن پیامبر علیه السلام ما را گفت که صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. شما دیدید بگیرید، دیدید بخورید، دیدید عید کنید. حالا چند دولت، 4 دولت، 4 اگر خطا نکنم 5 همگی روزه گرفتگی هستن. خب این محتوب در اختیار انسان نیست که هر وقت بخوای ببینیش، هر وقت بخوای نبینیش نیست. بعد این آفتاب و محتوب راه دارد، خط دارد، خطی خود می رود. حالا چیز کسی ببیند روزه می دارد، کسی نبیند روزه نمی دارد. این یگون مشکلی نیست. بعضی یعنی برای کی مشکل است این؟ کفسرین می رود که بعضی‌ها دیگر در تعلقه و در چیز تشویش و پریشانی و دیگر ده، مثل این که آسمان در زمین چسبیده بشه. این عادی هست. کسی دید است میگیرد، کسی ندید است نمیگیرد. اکثریت کلی عالم اسلام چه شرق چه غرب بالا نگرفتن، فردا میگیرن. این بگو تراویح میخوانن، فردا روزه میگیرن. اگه مشکلی نیست، عادی هست. از زمان پیامبر علیه السلام تا صحابه تا این آمده ایستاده است، اگه مشکلی نیست. واسه این از فکر و اندیشه هیچ انسان نیست. مسئله چی هست؟ محتوب است. کسی دید میگیرد، کسی ندید نمیگیرد. تمام. اون دشواری ندارد. این یک. و طرف دیگری اساسی این مسئله، خداوند عزوجل میگه استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. که اون کسانی که ایمان آورده اید، شما اطاعت از خدا و رسول خدا کنید و اطاعت از
امیرو و اطاعت از اولیمای خود کنید، از یعنی از مفتیات خود کنید، از اداره دینی خود اطاعت کنید. حالا شورای علما 25 اعضا دارد، همه علمای برجسته، همه خود و ترس. از اعلان نکردن رمضان یا که یه روز بعد گرفتن رمضان یا که 29 کردن رمضان، از برای خدا چی فایده میبینن اینو؟ اگر خدا ترسیهشون نباشد خب میگه بیا او گرفتن بگیریم یا نگرفتن نمیگیریم تمام میره. نه، حساب از اینجا کتاب است، کارشناس هست، میبینن میسنجن. و بلندترین رصدخانه ها در تاجیکستان است. باز تاریخ دقیقی چندم ثانیه چند آفتاب کی ماهتاب کی میشیند، چند دقیقه دیدن ممکن، چند دقیقه ممکن نیست. دیروز ماهتاب و آفتاب هر دو در یک وقت غروب کرد در تاجیکستان، در آسیای مرکزی، در همین خطی که هست همه هیچ کس ندید. همون جایی که دیدن قریب که 3 تا 4% یا که 4 دقیقه 4 دقیقه بعد غروب آفتاب غروب ماهتاب بود و موافق حساب پیشکی کارشناسا و علمای برجسته اشون گفته بودن که امکانیتی دیدن ماهتاب نیست. خب با پربین داده باشن، با دوربین با پربین یا یکی با چشم سر. البته ما نسبت اونا هیچ شکی نداریم. و اون متخصص رو میفهمند، علم رو میفهمند. مشکلی کار در این است که عوام الناس بی سواد و غیر متخصص در کار دخالت میکنند، همه رو در تهلکه میدوزند. من همچون رئیس شورای علما و اصلاح مردم، همچون مفتی جمهوری تاجیکستان، با کمال مسئولیت و با کمال تواضع و آداب میگویم که قرار شورای علما که عبارت از 25 نفر هستند اعضای شورای علما و علاوه بر این چند کارشناسای دیگر و همزمان با همکاری انستیتوت استرافیزیکی نزد اکادمیای ملی جمهوری تاجیکستان، قرار شورای علمای تاجیکستان 100% درست است. به یگان شک شبه، نه شک داشته باشید، نه متردد باشید، نه ددیله باشید، نه تشویش باشید، نه پریشان. و اگر همین قرار ندرست باشد، پروردگار از شما نمیپرسد، از همین اعضای شورای علما میپرسد چرا قرار ندرست قبول کردید؟ و از شما نمیپرسد چرا یک مسئولیت وزین به دوش میگیرید؟ برای همین خاطر جمع باشید. مهم اساس حالا این ماه مبارک رمضان میگه که ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ماه مبارک رمضان ماه دعا هست، ماه اجابت دعا هست. شما دعا کنید میگه تا اینکه دعای شما قبول شود. پروردگار میگه استعیذ بالله و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سوره غافیر آیه 60. بندگانم، پروردگار میگه بندگانم دعا کنید. حالا این ماه مبارک رمضان بهترین فرصتی مناسب برای دعا هست. هنگام افطار، هنگام ایسری خرید. هنگام افطار متاسفانه بعضی وقت افطار میاد میگذره 10 دقیقه دیگه وقت گذشتگی است، دست میبرداره دعا میکنه. این در نظر نیست. حالا روزی اول یعنی فردا روز شکوی چند است؟ 18 و 14 است. تقویم داشتیم من 18 و 14 است فکر میکنم. خب چندی باشد خطا نکنم، چندی که باشد تقویم هست، تقویم رعایت کنید. ولی پیش از همین وقتی که تقویم نشان دادگی هست، پیش از این نیم ساعت، خصوصا خواهرها و خانمای عزیز، خواهرای عزیز که در خانه ضیافت، نیم ساعت حدی اقل 15 دقیقه پیش از افطار دسترخوان آماده باشد، همه گردی دسترخوان باشند، همه در همون گرسنگی دست بردارن دعا کنند، اهل خانواده در یک جایگی هر کدومی هر چی که میخواهد خداوند عزوجل قبول میکند. وقتی اجابت دعا هست، وقتی افطار، پیش از افطار، وقتی اول افطار باید که عیناً همون دقیقه که تقویم ماه مبارک رمضان رسما
این کاری کارشناسا است. باز تکرار میکنم بعضیا بیهوده بینیشون رو در هر جا میخلن، عادتشون هستین، عادتی بد هستین. شما پیروی از علما کنید، نه از مغرضون. بعضی مغرضی هست که دائما علما را میخواید و میگوید، تحقیر میکند، پس میزند دیگر خصلتش شدگی است. بعضی خصلتش دروغی است، بعضی خصلتش غیبت است، بعضی خصلتش علم تنقید کنی است، بعضی خصلتش فقط دشنامدهی است. خصلتش شده است، میلش خودش گور قیامتش. لیکن شما پیروی از علما کنید که همین علما هیچ وقت به ضرر شما، بعد اینو از خدا میترسن که از دنیا و آخرتشون فکر میکنن که جوابگری دارد. یعنی 20 دقیقه نیم ساعت پیش خواهرای عزیز دسترخوان آماده کنن، همه آماده باشد، همه بشینن دعا. انا همین وقتی اجابت دعا است. وقتی اجابت دعا وقتی چیست؟ افطار. باز از همه مهم اساس وقتی اجابت دعا وقتی ایسری خرید. وقت جدا کنید در اونجا 2 رکعت نماز پیش از اینه که ایسری رو میخرید 2 رکعت نماز بخونید، دعا کنید و دسترخوان آماده کنید. ایسری رو خوردن با اهل خانواده گرد دسترخوان نشستن برکت دارد، الفت دارد، محبت و احترام و خیر و برکت رو زیاد میکند، قلب ها رو پیوست میکند، احترام به جا میآید، احترام رو میارد، قدردانی رو میارد. این خیلی مهم است. یکی وقتی افطار، یکی وقتی ایسری خرید دعا کردن، این رو بسیار غنیمت بدونید. الله پروردگار میگه در سعید بلا در آیت دیگر و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. اگر از پروردگار محمد صلی الله علیه و سلم امت بندگان من و امتانت اگر از من پرسیدن، من نزدیک هستم به بندگانم. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. صدق الله العظیم. میگه که محمد صلی الله علیه و سلم اگر بندگان من از امتانت کسی اگر از من پرسیدن، نگو که دور است، قریب است. حتی از همین شهرگ گردنت حتی قریب تر است پروردگار. از تمام تار و پود و نیت و باطن و ظاهرت از همه آگاه است. پس دعا که میگوید دعا که تو اینکه دعایت رو اجابت کنم. حتی در آیه دیگری میگه اگر دعا نکنید غضب پروردگار میآید. باید مسلمان دائم دعا کند. لعلهم یرشدون. حالا که دعا کردید، حالا به خاطر چه ما دعا، ما یکی از موضوعی مهمی ما مبارک رمضان ما اجابت دعا هست. حتی میگه چیز در وقتی که هر چقدر که مصیبت، درد، غم و اندوه زیاد شد دعا کن. آیه کریمه که حضرت یونس علیه السلام در بطنی، در شکمی حوت، در اون تاریکی، در اون دهشت، ببینید در اون جا هم ناامید نشد. نگفت که اگه ماهی فرو رفتم، نهنگ فرو رفتم دیگر که تمام خلاصی نیست. هیچ وقت باید که مؤمن ناامید نباشد. دائم تکیه و توکل و امید به پروردگار داشته باشد. ولی حضرت یونس علیه السلام در اونجا گفت فنادى فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. پروردگار تو پاک هستی، من ظلم بر نفس خود کردم، من از ظالمین یعنی از جبر کردگانی بر نفس خود هستم. ولی حضرت یونس علیه السلام چی ظلم کرد که بر جان خودش چی جبر کرد؟ قومش را دعوت کرد، دید که هیچ قبولش نمیکنن، از قومش روی گرداند رفت. برای همین ببین که به این آفت مبتلا شد. باید که مسلمان از تربیت فرزندش، از نصیحت فرزندش، از نصیحت خانواده‌اش، از نزدیکانش، از دوستانش، از دعوت هیچ وقت باید خسته نشود. دویم بگد بچم. بلکه گفتید باز دعا کنید دعا قبول می شود. یگانه چیزی که میگوید تقدیر رو تغییر میدهد این دعا هست و نیکی، خصوصا نیکی به پدر و مادر.
حتی عمر رو دراز میکند، عمر رو با برکت میکند. دعا و نیکی به پدر و مادر و نیکی به دیگران. باید که خیلی این مسئله رو پیامبر صلی میگه لا رد القضاء الا الدعاء. قضا و قدر رو هیچ چیز تغییر نمیدهد مگر دعا. ولا يزيد في العمر الا البر. و در عمر یعنی عمرت دراز نمیشد مگر نیکی عمرت رو دراز میکند. حالا نیکی به پدر و مادر باشد یا که به عموم مردم. نیکی نکوکوری خوشبخت‌ترین انسانت میکند. خوشبخت‌ترین انسانت میکند. باید که چیکار کنی؟ دعا کنی. و دعایی گفتم که حالا دعا در تمامی ماه مبارک رمضان، چرا که هر لحظه و هر ثانیه و هر دقیقه و هر ساعت و هر روز و هر شب ماه مبارک رمضان از دیگر ماه‌ها و دیگر وقت‌ها 100% یا که 100 در 1000 فرق میکنند. چی نیکی باشد چی دعا، پروردگار اجابت میکند بر زیاد. همه این باز چیز با شرافتی با شرافتی که قرآن نازل شدگی است در این ماه مبارک رمضان. برای همین ماه مبارک رمضان با برکت است. وقتی شنیدن قرآن، تلاوت قرآن و زندگی رو با برکت کردن. یعنی حال گفتیم که حضرت یونس علیه السلام برای که آفت و بلا و خطر و ضرر دور شوند دعا. ببینید در دوام بعد میگوید که و کذالک ننجی المؤمنین. و همچنان ما یونس رو که نجات دادیم، همچنین اگر که مسلمان ها و مؤمن ها دعا کنند، مؤمن و مسلمان رو هم نجات میدهیم از آفت و ضرر و خطر و بیماری و دیگر همه. یک چیز هست افضل الدعاء فی اوقات معین، من افضل الاوقات اللي استجاب فيها الدعاء. در شب قدر در این موضوع در علایدگی چیز میکنیم، صحبت میکنیم انشاءالله. حالا روزی جمعه خصوصا این نورهای بالای نور است و سیاکی اخیری شب نورهای بالای نور است. وقتی اجابت دعا هست باید که چیکار کنیم و در این وقت فرصت رو غنیمت بدونیم، دعا کنیم، نکوکار باشیم، نیک باشیم انشاءالله. وقتی که یک مثال مردمی است، اگر ما به یک دیگر نیکی نکنیم، رحم یک دیگر نخریم، پروردگار با ما رحم ما را نمیخرد. به خاطر که پروردگار رحم ما را بخرد، ما باید به یک دیگر رحم یک دیگر رو بخریم، فکر یک دیگر رو بکنیم. وقتی که فکر یک دیگر رو کردیم، پروردگار فکری ما رو میکنه. دانشمند میگه اذا اردت ان تسعد فاسعد الاخرین. میخوای سعادت دنیا و آخرت رو به دست بیاری، برای سعادتمند کردن دیگران کوشش کن. یتیم، بیچاره، بی‌نوا، کم بضاعت، که اولای به حمایه، به سربان، وقتی کمک کردی پروردگار به شما رحم میکند. حالا در حدیث دیگر میگه الراحمون، من اساسا میگن که چیز الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کنندگان رو پروردگار رحمان رحم میکند. برای همین دانشمندان میگوید که میخواهید بدانید که چقدر و میخواهید بدانید که چقدر پروردگار نسبتت رحم دارد. حالا ببین که در این قلب تو چقدر رحم نسبت دیگرها هست. هر چقدر رحمت نسبت دیگرها زیاد شد، این نشانه اون است که پروردگار نسبت علم قدر رحم دارد. وقتی که به رحم سنگدل شده، تو میگوید که ببین که در غضب پروردگار است، احتیاط باش، استغفار بگو. و خصوصا حالا گفتم استغفار گفتن زیاد در ماه مبارک رمضان خیر رو میارد، برکت رو میارد، عزت رو میارد، سعادت رو میارد، فرزند نیک رو میارد، رزقی با برکت میارد، همه رو میارد. پروردگار میگوید استعذ بالله فقلت استغفروا ربكم كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فقلت استغفروا، بگوی محمد صلی الله علیه و سلم استغفار بگوی. فقلت استغفروا ربكم، پروردگارتون رو استغفر الله. چهار نمود استغفار است.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام، چون که آخرین نماز میگیم. که استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه. این دوم. استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. این سیوم. و سید استغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. الا انت یعنی چیز؟ این دوی سید الاستغفار، بهترین استغفار رو که پروردگار تو پروردگار من هست، تو مربی من هست. اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی، هیچ پروردگاری خدای وجود ندارد مگر تو الله سبحانه و تعالی که من رو خلق کرده ای. خلقتنی و انا عبدک، و من بنده تو هستم. انا عبدک و انا علی عهدک، و همون عهدی که دادم که الست بربکم قالوا بلا، گفته بودم روح من در زمان آدم علیه السلام در جنت گفته بود که تو پروردگار من هستی، من در همون عهدم هستم. و وعدک، وعده های داده بودم تا حدی امکان چی میدیم چیکار میکنم انجام میدیم. مستطعت، لیکن نتو از روی ضعیفی گوه میشود که من نمیتوانم اون عبادت لایق ذاتت رو انجام دادن نمیتوانم، عاجزم، از روی عجز و عاجزیم. ابوء لک بنعمتک علی، من اعتراف میکنم که بشمار نعمت‌ها برایم عطا نمودی. و ابوء بذنبی، بالای این همه نعمت‌هایت من اعتراف میکنم که از عاجزی و ضعیفیم از من گناه صادر میشود. ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی، پروردگار من رو مغفرت کن. فانه لا یغفر الذنوب الا انت، پروردگار غیر از تو هیچ بخشنده دیگری ندارم، تنها دری تو رو دارم، هیچ دری دیگر برای من باز نیست، دری تو فقط باز است برای من رو بیامرز، غیر از تو بخشنده دیگر ندارم. این استغفار است. وقتی که این همه استغفار رو، این مناجات و دعا رو میگویید، خداوند عزوجل حتما قبول میکنه. وقتی جدا شده با پایان رسید، حتی چند دقیقه دیگر هم گذشت و در اخیر باز تکرارا از پروردگار برای همه شما خیر و برکت و عزت و سعادتی دنیا و آخرت رو با دعا تمنا میکنم. خداوند عزوجل نصیب روزی بگرداند و بیماران رو پروردگار در این عرفه ماه مبارک رمضان، بیماران رو شفای کامل عاجل و قرضداران رو از قرض و خجالت نجات و مشکلی‌هایشان رو برطرف و در عمر و زندگی و کسب و کار و رزق و روزی و مهنت و زحمت خداوند عزوجل برکتی زیادی عطا کند. و خصوصا برادرانی که بیرون از کشور، خصوصا در مهاجرت مهنتی هستند، همیشه ما دعاگو هستیم. خداوند عزوجل توفیق را رفیقشون بگرداند و در کسب کارشون برکت و سالم و با عزت با برکت به نزد پیوندان بر بگرداند. و در اخیر از همه بینندگان عزیز گرامی خواهش میکردم که به هر اغوا داده نشوید. ما فرد روزه میگیریم، اونایی که گرفتن دیدن روزه گرفتن، ما که میبینیم روزه میگیریم، تمام. و باید در ذهن داشته باشید که اکثریت کل عالم اسلام فرد و روزه میگیرن. این بیگاه تراویح هست و فرد و روزه است. یعنی روزی اول ماه مبارک رمضان روزی پنجشنبه فرد هست. خاطر جمع باشید، تشویش نباشید و از اون نوعی که مردم رو مشوش میکنن به اونا گفتنی هستن که از خدا بترسید، از خدا بترسید، وظیفه خود رو اجرا کنید. نه کارشناس هستید، نه متخصص هستید، نه مسئول هستید. چرا به هر کاری دخالت میکنید، مردم رو پریشان میکنید؟ کاری شما نیست، وظیفه شما نیست، وظیفه خودتون رو کنید. هر جای هستید مایلش، اون جای هستید اونجا وقتی که گرفتند اونجا بگیرید. حتی ما بسیار محل مراجعت میشود از دیگر کشورها که ما کی کنیم، کی روزه بگیریم. من توصیه میدم که هر جایی که هستید از همون اداره دینی رسمی اطاعت کنید، از همون قانونهای همون دولت اطاعت کنید، سرکشی نکنید، قانون شکنی نکنید. چه اداره دینی باشد چه دولتی باشد، هیچ وقت عهد شکنی نکنید. سلمان عهد دارد، پیمان دارد، وفا دارد، صدق و صفا دارد.
با صدق صفا و عهد و پیمان مسلمان عزت و آبرو برکت می‌یابد. موفق، کامیاب، سربلند و با عزت دنیا و آخرت شما رو پروردگار حفظ کند. همیشه سربلند و همیشه با برکت و مبارک باشید.